السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلومات مختصر در موضوع حقارت‌های بیجا و لعنت گفتن. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیت 10 می فرماید: مؤمنان برادر یکدیگرند، پس با همدیگر آشتی کنید و از الله بترسید، شاید مورد رحمت الله قرار بگیرید. در حدیث آمده است از ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: کسانی که دیگران را دشنام می‌دهند در روز قیامت شفاعت و شهادت آنها قبول نمی شود. روایت امام مسلم. لازم و ضرور است که باید زبانمان را اداره کنیم و از حقارت، دشنام کردن و این چنین لعنت‌های بی معنی نسبت به نزدیکانمان و آدمان دیگر خودداری کرده باشیم. علل خصوص به تمام پدران و مادران و برادران و خواهران خواهش میکنیم که در حق فرزندهایشان لعنت و حقارت‌های بیجا نکنند، زیرا این که این به ضرر خود آنهاست. در این بابت در مسند ابوبکر بزار آمده است که جابر رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: در حق خود، فرزندها و مال خود لعنت و دعای بد نکنید تا دعای شما به ساعتی که دعا قبول می شود راست نآید و دعاهای شما قبول گردند. این حدیث را نیز روایت کردند امام مسلم و ابو داود. و در حدیث دیگر ابو داود روایت میکند رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بدانید که هر شخصی که به ناحق دیگران را حقارت و لعنت میکند به خود او باز میگردد. یعنی که لعنت انسان بدخواه به خود او باز خواهد گشت. برای همین به تمام برادرانی که در زبانشان فقط حقارت و لعنت گفتن است، چنانچه به شوخی هم باشد، این گونه شوخی ها برای مسلمان زیبنده نیست. شما از الله بترسید و از این صفت بد دست بکشید و خودداری بنمایید، زیرا این که آن حقارت و لعنت برای خود شما باز خواهند گشت. زبانتان را از سخنهای بد نگاه دارید تا اینکه آن زبان در روز قیامت سبب دوزخ رفتن شما نگردد. الله مهربان همه ما را به راه راست هدایت فرماید. پروردگار چنین مهربان و با رحم است که هر وقتا که بندگانش در حالت غضب بر جان خود و یا بر مال خود یا اینکه در حق فرزندانشان دعای بد میکنند، الله دعایشان را اجابت و مقبول نمیکند، زیرا اینکه خداوند نیت اصلی بندگانش را میداند و این از بزرگی و رحمت خداوند بر بندگانش. در این موضوع الله مهربان در سوره یونس آیت 11 به ما بندگانش خبر میدهد: و اگر الله تعالی برای مردم بدی را با همان شتاب میخواست که آنان نیکی را میخواهند و نفرینهایی که در حق خود و اموال و فرزندانشان میکنند مستجاب میکرد، حتما اجلشان فرا رسیده بود. پس کسانی را که به دیدار ما امید و باور ندارند وا میگذاریم تا در گمراهی و سرکشیشان سرگردان بمانند. خلاصه بنده این است که هر یکی از ما و شما باید از لعنت و حقارت‌های بی‌معنی خودداری کرده باشیم و زبانمان را از سخن‌های شیطانی نگاه بداریم تا سزاوار غضب الله نگردیم. از الله بزرگ و غالب دعا میکنیم ما را به راه مستقیم، راه راست هدایت بفرماید. پروردگارا، از دوزخان پرعذابت نجات میخواهیم و از جنت‌های پرنوش و نعمتت با نصیب بگردان.
آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.